19 مارچ 1921 برلین، خیابان هادنبرگ. یه روز معمولی شروع شده و زندگی در جریانه. جنگ جهانی اول تازه تموم شده و همه چی داره به روال عادی خودش برمیگرده. سربازا دارن برمیگردن خونه هاشون و ظاهرا دنیا قراره بعد از 4 سال تنش و درگیری و تباهی بالاخره روی آرامش رو به خودش ببینه. مرد میان سالی که کت قهوه‌ای تنشه و کلاهی هم به سرش داره از یه ساختمونی بیرون میاد و به یه سمتی راه میفته. کسی همراهش نیست و تنهاست. رهگذرا هم اون رو نمیشناسن چون ظاهرش هیچ فرقی با بقیه آدما نداره. اما اون سمت خیابون مرد جوون لاغرندام ایستاده که مرد میان سال رو خیلی خوب میشناسه. اون برای پیدا کردن این مرد چند هزار کیلومتر راه رو سفر کرده بود تا یه حساب مونده‌ای رو باهاش تسویه کنه. گویا زمانی که منتظرش بود فرا رسیده بود. با خونسردی شروع به حرکت به سمت مرد میان سال میکنه. آروم آروم از پشت بهش نزدیک میشه، به سرعت کلت رو از جیب کتش در میاره و چند ثانیه بعد مرد میان سال کف پیاده رو افتاده و مرد جوون هم بالا سرش ایستاده و بهش خیره شده. مردمی که توی محل بودن وحشت زده میشن و صدای جیغ و فریاد بلند میشه. یه سری از رهگذرا به سمت مرد جوون هجوم میارن تا بگیرنش و تحویل پلیس بدنش. مرد پا به فرار میذاره ولی خیلی زود توسط یه عده از مردم محاصره میشه. اونا میریزن سرشو بدون اینکه بدونن قضیه چی بوده. اون رو به باد کتک میگیرن و سلاحش رو هم از دستش میگیرن. مرد جوون سعی میکنه خودش رو از دست مردم خلاص کنه و بالاخره موفق میشه. خودشو میتکونه، بعد رو میکنه به مردم و با صدای بلند میگه گوش کنین، این بهای خون 1.5 میلیون از هموطنای منه که به دست این نامرد و همفکرای جلادش به خاک و خون کشیده شده. اون مرد جوون کسی نبود جز سقومون تحلیریان، یکی از اعضای تیم عملیات نمسیس که خودش رو از آمریکا به برلین رسونده بود تا انتقام خانواده و دوستان خودش و 1.5 میلیون ارمنی که در پی نسل‌کشی دولت عثمانی به قتل رسیده بودن رو از باعث و بانی اول این فاجعه هولناک یعنی طلعت پاشا بگیره. به یه ویدیو دیگه از کانال سقوط خوش اومدین. اگه دنبال وقایع تاریخی که کمتر بهشون پرداخته شده هستین، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشید. اما برای اینکه بفهمیم قضیه چی بوده باید سفر کنیم به دل تاریخ، به زمانی که امپراتوری بزرگ عثمانی که یه زمانی از شمال آفریقا تا قلب اروپا رو تحت سلطه خودش داشت توی موقعیت سختی قرار گرفته بود و مدام سرزمین‌های خودش رو از دست میداد. از بیرون مرزها اروپایی‌ها تحت فشار قرار داده بودنش و از داخل هم درگیر اختلافات اقوام مختلف. با اینکه معمولاً عثمانی ها رو با قوم ترک میشناسیم، ولی در کنار اونها 10 قوم پرجمعیت دیگه هم توی قلمرو امپراتوری عثمانی حضور داشتن، مثل یونانی ها، آشوری ها، سرب ها، ارمنی ها، عرب ها و خیلی های دیگه. با این حال همیشه ترک ها قدرتمندترین قوم تو امپراتوری عثمانی محسوب میشدن و از لحاظ جمعیت هم اکثریت بودن. سال 1908 گروهی از افسران و سیاسیون ترک حزب جدیدی به نام ترکان جوان رو تشکیل میدن و با هدف نجات امپراتوری عثمانی قدرت رو میگیرن دستشون. چند سال بعد جنگ جهانی اول شروع میشه و عثمانی تصمیم میگیره با آلمان متحد بشه. بحران به اوج خودش میرسه. جنگ باعث میشه در داخل مرزها هم شورش‌های اقوام مختلف برای جدا شدن از خاک عثمانی و گرفتن استقلال شدت پیدا کنه. رهبران عثمانی سالها بود که رویای یک کشور یک پارچه ترک رو توی سرشون میپروروندن و مطمئناً اقوام دیگر رو به نوعی مانع این هدف خودشون میدیدن. تو بحث جنگ هم اونا به این جمع‌بندی میرسن که وجود بعضی اقلیت‌های پرجمعیت میتونه موقعیت اونا رو به خطر بندازه و ممکنه بعضی از این اقلیت‌ها به جبهه دشمن نزدیک بشن و کار رو در ادامه این نبرد برای امپراتوری سخت‌تر بکنن. یکی از مهمترین اون اقلیت‌ها جمعیت ارامنه بودن. بنابراین راهکاری که به ذهنشون رسید این بود که درخت این تهدید بالقوه رو از ریشه بکنن. طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای این مأموریت خطرناک توسط 3 نفر از رهبران اصلی جبهه ترکان جوان معروف به 3 پاشا انجام شد. انور پاشا وزیر جنگ عثمانی، جمال پاشا وزیر نیروی دریایی عثمانی و در نهایت طلعت پاشا وزیر کشور عثمانی. دولت مردای عثمانی از 2 روش اصلی برای از بین بردن ارامنه ساکن قلمرو عثمانی استفاده می‌کردند. نظامیان عثمانی به روستاها
شهرها و مناطق ارمنی نشین میرفتن و از ساکنین اون مناطق میخواستن که تمام دارایی‌های خودشون رو اعلام کنن. بعد بهشون یه فرصت 2 هفته‌ای میدادن تا وسایل مورد نیاز و دارایی‌هاشون رو جمع کنن و به مناطق دیگه که عمدتاً مناطق استان دیر و زور که امروز بخشی از سوریه هستش مهاجرت کنن. بعضی مواقع فرصت 2 هفته‌ای تبدیل به 2 ساعت میشد. یعنی 2 ساعت زمان میدادن که شهر و روستای خودشون رو تخلیه کنن. طبعاً کسایی که مقاومت میکردن بلافاصله اعدام میشدن. دولت حتی مسلمانایی که احیانا به فکر کمک به ارامنه بودن رو هم تهدید به اعدام جلوی درب منزلشون و آتش زدن محل سکونتشون میکرد. عثمانی‌ها نمیخواستن فقط محل سکونت ارامنه رو عوض کنن، بلکه قصدشون از بین بردن اونا بود. مشکل تازه از اینجا به بعد شروع میشد. هزاران ارمنی رو مجبور به راهپیمایی‌های طولانی توی صحراهای داغ اون مناطق میکردن و بهشون هیچ آب و غذایی نمیدادن تا قبل از رسیدن به مقصد کار اونا تموم بشه. 10,000 زن و کودک توی اون راهپیمایی‌های صحرایی بر اثر خستگی، گرما، گرسنگی، تشنگی و بیماری جون خودشون رو از دست دادن. چیزی که بعدها بهش کشتار سفید هم گفته شد. عثمانی‌ها بعد از خالی شدن روستاها و شهرهای ارمنی نشین اموال جامونده رو برمی داشتن و خونه ها رو آتیش می زدن تا حتی دیگه امکان برگشتن مردم به اون مناطق هم وجود نداشته باشه. شواهد زیادی هم از شکنجه و تجاوز نظامیان ترک به زنان ارمنی توی تاریخ وجود داره. دومین روش برای ریشه‌کن کردن ارامنه هم طبیعتاً اعدام اونا بود که بیشتر شامل مردها میشد. این که دقیقاً از چه روش‌هایی برای اعدام استفاده می‌کردن میگذریم. ولی به عنوان مثال یک موردش رو ساموئل مککلر، روزنامه‌نگار و نویسنده ایرلندی که خودش شاهد تعدادی از این جنایات بوده، توی کتاب خودش موانع صلح که سال 1917 منتشر کرد بهش اشاره کرده. کوتاه‌ترین روش برای خلاصی از زنان و کودکان اسکان یافته در اردوگاه‌ها سوزاندن آنان بود. مککلر توی همین کتاب به زندانبانان ترک هم اشاره میکنه که چجوری بعد از سوزوندن زنان و کودکان دچار انواع بیماری‌های روانی شده بودن و بعضیاشون دست به خودکشی زدن و تا چندین روز بوی اجساد سوخته شده توی هوا به مشام میرسیده. روزنامه تنین، نشریه رسمی جبهه ترکان جوان، در جواب اعتراضاتی که به نحوه اجرای این پاکسازی‌ها از سمت کشورهای مختلف میشد نوشت: هرچی می‌خواهید بگویید، ولی ملت حاکمه این کشور ترک ها هستند و خواهند بود. جوامع مسیحی هیچ هدف و مقصودی جز نابودی کشور ندارند. این کشور سرزمین پدری ترک ها بوده است، لذا اساساً حق اداره و تعیین سرنوشت کشور و گرفتن تصمیمات مهم و بنیادی باید در دست ترک ها باشد. به هر حال این تراژدی هولناک چند سال طول کشید و همچنان رقم دقیقش مشخص نیست، ولی طبق گفته منابع مستقل تعداد قربانیان نسل‌کشی ارامنه بین 1 تا 1.5 میلیون نفر عنوان شده. بعضی منابع حتی تا 2 میلیون نفر کشته رو هم تایید میکنن. دولت ترکیه با وجود گذشت 1 قرن از اون ماجرا همچنان زیر بار اون فجایع نرفته و هیچ وقت اون رو به رسمیت نشناخته. ترکیه هیچ وقت حتی حاضر به عذرخواهی هم نشده و همیشه رسانه‌های جهان رو به بزرگنمایی تعداد قربانیان متهم میکنه. تا همین امروز هم بین ارمنستان و ترکیه و البته جمهوری آذربایجان این موضوع همچنان حل نشده باقی مونده و هر از گاهی باعث درگیری‌های لفظی بین دولت مردان این کشور میشه. جنگ جهانی اول بالاخره به پایان میرسه و امپراتوری عثمانی شکست سختی میخوره و عملاً تجزیه میشه. از دل اون کشورهایی مثل جمهوری ترکیه و یونان و بلغارستان و صربستان و چند تا کشور دیگه بیرون میاد و هر کدوم تبدیل میشن به یک کشور مستقل. دولت جدید ترکیه برای اینکه بخواد حسن نیت خودش رو نشون بده، اعلام کرد که تمام دولت مردانی که دست در جنایت ریشه‌کن کردن ارامنه داشتن رو دستگیر و اونا رو دادگاهی میکنه. طبیعتاً حدس 3 نفر اول لیست افراد تحت تعقیب چندان مشکل نبود. انور پاشا و جمال پاشا و طلعت پاشا مهمترین افراد این لیست بودن. اونا بازداشت میشن، اما قبل از اینکه دادگاهشون تشکیل بشه هر کدوم از طریق آدمایی که داشتن به یه نقطه از دنیا فرار میکنن. دادگاهشون غیابی برگزار شد و هر 3 تاشون به اعدام محکوم میشن، اما عملاً بدون حضور خودشون این حکم ارزشی نداشت. همین اتفاق باعث شد یه سری از بازمانده ها به این نتیجه برسن که عدالتی در کار نخواهد بود و باید خودشون دست به کار بشن و همین نتیجه گیری هم چند نفر از اونا رو پای یه میز نشوند
تا تصمیم به انجام یکی از عجیبترین عملیات‌های مخفی قرن 20 بگیرن. عملیاتی به نام نمسیس. نمسیس در اساطیر یونان باستان به معنی الهه یا فرشته عدالت معنی میشد. هدف از مأموریت نمسیس پیدا کردن تک به تک افراد مسئول توی این فاجعه و رسوندن اونا به سزای اعمال و جنایت‌هاشون بود. اما مشکل اصلی برای انجام این مأموریت این بود که افراد لیست هر کدوم به یه نقطه از دنیا فرار کرده بودن و احتمالاً با تغییر هویت خودشون زندگی جدیدی رو اونجا شروع کرده بودن. شواهد نشون میداد که مقصد اونا برای فرار بیشتر کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، اتریش یا مناطقی در قفقاز بوده. پیدا کردن این افراد هم به صورت مخفیانه و بدون کمک گرفتن از نهادهای دولتی کار آسونی نبود. توجه کنید که داریم از سال 1919 صحبت میکنیم. اون موقع نامه مرسوم ترین نوع ارتباط مردم با همدیگه بود. اونا احتیاج به اطلاعات و پول داشتن و البته مهمتر از همه افراد قابل اطمینانی که بتونن سالها بدون اینکه جلب توجه کنن سوژه هاشون رو شناسایی و دنبال کنن. یکی از 3 چهره اصلی عملیات نمسیس آرمن گارو بود. پزشک، سیاستمدار و نماینده سابق ارامنه در پارلمان عثمانی. اون خودش یکی از بازماندگان این واقعه بود و سالها با زخم‌های به جا مونده توی روح و جسمش زندگی میکرد. بسیاری از این رخدادها رو با چشم خودش دیده بود و تجربه کرده بود و خشم و نفرت از باعث و بانیان این فجایع عضو جدا نشدنی از وجودش شده بود. نفر بعدی شاهان ناتالی بود، نویسنده و مغز متفکر عملیات نمسیس. عثمانی‌ها چند نفر از مهمترین افراد خانواده و اطرافیانش رو کشته بودند تا جایی که مدتی از خانواده‌اش دور شد و پیش خانواده یونانی مخفی شد. وقتی برگشت صحنه‌ای دید که باعث شد به خودش قول بده که اگه 1 روز به عمرش مونده باشه اون رو صرف گرفتن انتقام بکنه. زمانی که مادرش رو دید که سر پیکر بیجون پدرش در حال گریه کردن بوده. نفر سوم آرون ساچاکلیان بود. اسناد در مورد ساچاکلیان کمتر از 2 نفر قبلی موجوده، ولی چیزی که مشخصه اینه که بخش مالی و تدارکات عملیات به عهده اون بوده. فهرست اهداف حدوداً 100 اسم داشت، ولی 3 نفر اصلی لیست در اولویت بودن و در بین اون 3 نفر اول مهمترین سوژه بود. مردی که وزیر کشور عثمانی بود و تو برنامه‌ریزی و اجرای بسیاری از اعدام‌ها نقش اصلی رو داشت. بعد از اینکه متوجه شد که قرار در دادگاه محاکمه بشه، وقت رو تلف نکرد و به برلین فرار کرد و هویت خودش رو هم کاملا تغییر داد تا دیگه هیچ شباهتی به قبل نداشته باشه. زمانی که در قدرت بود مردم اون رو به سیبیل‌های بلندش میشناختن. الان دیگه از اون سیبیل‌ها هم خبری نبود. همسایه‌هاش هم احتمالاً اون رو بیشتر از یه شهروند معمولی ترک که به آلمان مهاجرت کرده بود نمیدونستن. اما برای اعضای نمسیس اون هدف اول بود. طلعت پاشا. اما برگردیم به 15 مارس توی خیابون هادنبرگ و از جوونی بگیم که وظیفه ترور طلعت پاشا رو به عهده داشت. سوغمون تحریریان. حدوداً 22 ساله. اون یه عضو ارمنی ارتش بود و همین هم باعث شد خودش زنده بمونه. اما وقتی از خدمت به روستای محل زندگیش برگشت، با یه روستایی کاملا سوخته و بدون سکنه روبرو شد. منابع مستقل میگن که از 85 عضو خانواده و بستگان تحریریان فقط برادرزاده کوچیکش زنده مونده بود. هرچند چند تا از برادراش و عموش هم به صربستان رفته بودن و همین باعث شد بین قربانیان نباشن. اما تقریبا تمام خانواده و بستگان اون جزو قربانیان این هولوکاست بودن. دیدن این فجایع به اضافه تمام تجربه‌های شخصی خودش اون رو راهی آمریکا کرد. مدتی بعد سوغمون تحریریان و آرمن گارو توی جلسه مخفی مأموریت نمسیس حضور داشتن و سوغمون مأمور حذف طلعت پاشا شد. طلعت پاشا تو برلین زندگی جدید و بدون حاشیه‌ای رو شروع کرده بود. خونه کوچیکی داشت و با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. اون میدونست که دادگاه به صورت غیابی رأی به اعدام اون داده و خیال می‌کرد که تونسته قصر در بره. مطمئنا روحش هم خبر نداشت که چند تا جوان هزاران کیلومتر اونورتر برای حذف شب و روز مشغول برنامه‌ریزی هستن. ریسک این کار برای اعضای نمسیس این بود که باید مطمئن می‌شدن شخصی که پیدا کردن خود طلعت پاشاه و شخص دیگه‌ای اشتباهی به جای اون قربانی نشه. دوم ژوئن 1921 3 ماه از حادثه قتل طلعت پاشا میگذره. قاضی و هیئت منصفه دادگاه منتظرن تا دفاعیات تحریریان رو بشنون. 10 خبرنگار مشغول پوشش این رویداد هستن. نزدیکان طلعت پاشا هم توی دادگاه هستن، به خصوص همسرش. در ظاهر پرونده چیز پیچیده‌ای نداره و همه چی واضحه. 1 نفر به قتل رسیده، قاتل دستگیر شده و به قتل هم اعتراف کرده. اما این یه دادگاه معمولی نبود.
3 تا وکیل آلمانی وکالت تحریریان رو به عهده داشتن. اما در اینجا قرار نبود اونا ثابت کنن که قاتل تحریریان نیست یا عمدی در کار نبوده. اتفاقا این پیش‌فرض رو بهش اصرار هم داشتن که قتل توسط تحریریان انجام شده. اما چیزی که اونا سعی داشتن بگن این بود که تحریریان کاملا حق داشته که این کار رو انجام بده. در مقابل وکلای طلعت پاشا سعی داشتن با نشون دادن یه سری اسناد ثابت کنن که اون در کشتار ارامنه نقش خاصی نداشته. حضور 2 نفر توی دادگاه و شهادت اونا روند محاکمه رو به سمتی برد که وکلای تحریریان می‌خواستن. یوهانس لپسیوس، کشیش و شرقشناس آلمانی که در زمان کشتارها در قلمرو عثمانی حضور داشت و تلاش زیادی هم کرده بود تا مردم اروپا رو از وقایعی که رخ میداد آگاه کنه. نفر دوم هم ژنرال لیمان فون ساندرز، ژنرال بلندپایه آلمانی بود که اون هم اون زمان تو امپراتوری عثمانی حضور داشت. روند دادگاه داشت تغییر میکرد. جلسه‌ای که قرار بود به یک قتل در خیابان هادنبرگ بپردازه رفت سمت نسل‌کشی مردمان یه سرزمین دیگه. توی دادگاه از کشتارها صحبت شد و از تبعیدها و اردوگاه‌ها و راهپیمایی‌های مرگ و میلیون ها انسان که سرزمین خودشون رو ترک کردن و هیچ وقت دیگه برنگشتن. اما قاضی دادگاه این رو میدونست که این دادگاه برای قتلی که تحریریان انجام داده تشکیل شده، نه نسل‌کشی ارامنه. بعد از اینکه تحریریان به همراه وکلای آلمانیش تونستن فضای دادگاه رو به سمتی ببرن که از جایگاه یک متهم تبدیل به یک قربانی بشه، ورق به کل برگشت. وکلای تحریریان با استفاده از یه بند از قوانین جزای آلمان که در صورت اینکه فرد بر اثر فشارهای روحی و روانی زیادی دست به جنایتی بزنه، اون شخص مجرم دونسته نمیشه، سعی کردن از این طریق از اون رفع اتهام کنن و در نهایت موفق شدن. سقومون تحریریان 23 ساله متهم به قتل محمد طلعت معروف به طلعت پاشا بیگناه شناخته شد و آزاد شد. خبر آزادی تحریریان به سرعت توی دنیا میپیچه. تحریریان تبدیل به یک قهرمان برای بازماندگان ارامنه توی سرتاسر دنیا میشه. بعد از آزادی به آمریکا برمیگرده و ازدواج میکنه و بچه دار میشه و تا آخر عمر توی همون کالیفرنیا به زندگیش ادامه میده. ولی به طور کلی روند دادگاه و حکم نهایی اون باعث شد یه سوال مهم به وجود بیاد. اگه عدالت نتونه عاملان یک جنایت بزرگ رو مجازات کنه، آیا قربانیان این حق رو دارن که خودشون دست به کار بشن؟ بعد از گذشت بیش از 100 سال از اون ماجرا هنوز همین سوال محل بحثه و جوابش اصلا ساده نیست. سالها بعد یه جوان یهودی سوال مهمتری رو مطرح کرد. اگه یه نفر دست به قتل یه نفر دیگه بزنه مجازات میشه، ولی اگه یه دولت دست به قتل هزاران نفر بزنه، اونجا کیا مسئول جنایت هستن و چند نفر از اونا باید مجازات بشن؟ همین موضوع باعث میشه اصطلاح نسل‌کشی یا جنساید به ادبیات حقوق بین‌الملل اضافه بشه و براش 10 قانون جدید تعریف بشه. اون جوان یهودی بعدها به یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ حقوق بین‌الملل تبدیل میشه، رافائل لمکین. این مأموریت برای تحریریان تموم شد، ولی برای نمسیس فقط وارد مرحله بعدی شد. تیم عملیات نمسیس در طول 2 سال در مجموع 7 ترور موفق داشتن. جمال پاشا یکی از اون 3 نفر هم 1 سال بعد از قتل طلعت پاشا توی گرجستان شوروی توسط یکی دیگه از اعضای نمسیس به نام استپان دزاگیگیان ترور شد. به هر حال قضیه نابودی 1.5 میلیون ارمنی به عنوان یکی از تلخ‌ترین فجایع انسانی قرن 20 توی حافظه تاریخ موندگار شده و بعیده که به همین زودی‌ها به فراموشی سپرده بشه. دولت ارمنستان بنای یادبودی رو به یاد اعضای نمسیس توی ایروان، پایتخت این کشور، ایجاد کرده که البته همین بنا هم به مذاق ترکیه و آذربایجان خوش نیومد و حتی باعث شد ترکیه یه مدت حریم هوایی خودش رو به روی پروازهای ارمنستان ببنده. ولی ظاهرا مناقشات سیاسی سر این واقعه قرار نیست به این زودی‌ها حل بشه. اما هر چقدر از سمت ترکیه این کار بشه، نمیتونه جلوی این واقعیت رو بگیره که عامل اصلی جنایت نسل‌کشی ارامنه کسی نبود جز دولت‌های عثمانی و صاحب منصبان اونا. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید اونو لایک کنید و ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای کانال سقوط مطلع بشید.